اداره پناهندگان سازمان ملل متحد روز 25 آگوست سال 2022 در یک اظهارات از ادامه بازداشت‌ها و دپورتاسیون پناهجویان افغان در تاجیکستان اظهار نگرانی جدی کرد و بار دیگر هشدار داد که برخلاف اراده آنها به بازگشت به کشورشان مجبور کردن افرادی که از ترس و تعقیب فرار کردند غیر قانونی است و حیات آنها را زیر خطر می‌گذارد. بنا به اطلاع اداره پناهندگان سازمان ملل، برخلاف دعوت این اداره به قطع اخراج‌ها مقامات تاجیکستان در مورد آخرین روز سه‌شنبه 23 آگوست سال 2022 با حدود 5 شهروند افغانستان از جمله 3 کودک را همراه مادرشان توسط گذرگاه 5 پایان در جنوب تاجیکستان به افغانستان برگردانیدند. الیزابت تن، مدیر اداره پناهندگان سازمان ملل در امور حمایت بین المللی در شرح این اخراج گفت تاجیکستان باید بازداشت و اخراج پناهجویان را قطع کند چون که این حیات آنها را زیر خطر میگذارد. مجبوراً برگردانیدن گریزها خلاف قانون و خلاف اصل اخراج نکردن است که نقطه محور حقوق بین المللی در بابت گریزها دانسته می شود. در اظهارات گفته می شود که اداره پناهندگان سازمان ملل از سال 2021 موردهای فراوان بازداشت پناهجویان، مجبوراً برگردانیدن یا به قلمرو تاجیکستان راه ندادن افرادی که به حمایت بین المللی احتیاج دارند ثبت کرده است. این در حالی است که اداره پناهندگان سازمان ملل ماه آگوست سال 2021 بلافاصله بعد قدرت را در افغانستان به دست آوردن جنگجویان حرکت تندرو طالبان توصیه مهاجران را نشر کرد که منع مجبوراً به وطنشان برگردانیدن پناهجویان افغان دعوت میکند. این توصیه سراسری ماه فوریه سال 2022 دیگر باره تمدید کرده شد. به عقیده اداره پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان افغان که در جستجوی مکان امن میباشند باید به حمایت و روند عادلانه و مؤثر دریافت پناهگاه در تاجیکستان دسترسی داشته باشند. مجبوراً برگردانیدن پناهجویان آنها را در افغانستان به خطر تعقیب روبرو میکند و این بر سر خود نقض جدی حقوق بین المللی است. گفته می شود در اظهارات پناهجویان افغان معمولاً از قلمرو تاجیکستان برای رسیدن به کشورهای آبادتر دنیا همچون از یک نقطه ترانزیت استفاده میبرند. در یک سال آخر حدود 4000 پناهجوی افغان از تاجیکستان به کشورهای دیگر دنیا انتقال داده شدند. حالا در تاجیکستان حدود 10000 پناهجو از افغانستان به سر میبرند.